کشتزار گندم ناغون داشته در مرز پاکستان با هندوستان. کشاورزان دهه وگه از ترس جنگ احتمالی هنوز به جمع‌آوری حاصل آغاز نکردند. در اوج تنش میان پاکستان و هندوستان در منطقه کشمیر حاصل دهقانان نابود می شود، ولی مقامات اجازه نمی دهند که ساکنان نزد مرزی در صحرا کار کنند. तो इससे हमें जो है ना नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ रहा है क्योंकि जब एक मरतबा تا گندم به حاصل رسیدن ما 6 ماه زحمت میکشیم، آب میدهیم، ولی سری وقت نگون داشتن حاصل ضرر زیاد به دهقان میآورد. از هر دو کشور یک خواهش ساده داریم: به جنگ داده نشوید. این بهترین کار برای همه ماست. अपने टाइम पे ये काम हम ना कर सकें तो आपको पता है हम जो है इस चीज़ का शिकार होंगे, हम नुकसान बहुत ज़्यादा हमें उठाना पड़ेगा. دهقانان نگرانند که طولانی شدن محدودیت به آنها زیان جبران ناپذیر میرساند. گندم की कटाई जो नहीं हो रही उसमें नुकसान. وقتی گنداشتن حاصل گندم میگذرد ولی جوانان ما در کوچه ها به بازی مشغولند. محدودیت به همه زیان میرساند. ऊपर से हालात ऐसे हैं कि कटाई वगैरह नहीं हो रही और تنش در مرز هندوستان و پاکستان بارها سرزده است و آن همیشه بر زیان دهقانان انجام یافته است. حادثه خونین روز 22 اپریل در منطقه کشمیر زیر نظارت هندوستان که در آن 26 سیاح کشته شد دوباره وضع را بد کرده است. هندوستان و پاکستان منطقه کشمیر را از خود می‌دانند و قسمت‌های از آن را دو کشور نظارت می‌کنند. سال هاست که وضع در این منطقه حساس است و خطر جنگ میان دو کشور را که بمب‌های اتمی دارند بیشتر می‌کند. مقامات هندوستان میگویند سیاحان را گروه تروریستی کشته است که از جانب پاکستان حمایت میشوند. پاکستان این را رد میکند.